چون تشنه شوم به خوردن آب روم، شلپلکی شوم لحظه یک خواب روم، شلپلکی شوم لحظه یک خواب روم. هرگاه که مرا خمار یا چم بیرده، هرگاه که مرا خمار یا چم بیرده، پرواز کنم جانب قشلاق روم، پرواز کنم جانب قشلاق روم، پرواز کنم جانب قشلاق روم. هرگاه که به دیدن تو میرم آچه، که دید از دیدار تو سرم آچه، که دید از دیدار تو سرم آچه. از دیدن تو دلم ندارد سریه، از دیدن تو دلم ندارد سریه. در خاک قدم های تو میرم آچه، در خاک قدم های تو میرم آچه، در خاک قدم های تو میرم آچه. یادت کردم کی بردنت آمدیم، یادت کردم کی بردنت آمدیم، یادت کردم کی بردنت آمدیم، یادت کردم کی بردنت آمدیم. با سلام و سپاس و اخلاص به بیننده خوشبین تلویزیون فرهنگی سفینه، برنامه فضا است. در این شام زیبا مهمان خاندان هر کدام شما عزیزان، امیدوار هستم که خوب و خوش و زندگی آسوده دارید. و این شام ما در برنامه فضا مهمان داریم هنرمندان انسامبل فولکلوری و etnogrافی خوتل که من همگی شما را خوش آمدید میگویم به برنامه فضای تلویزیون سفینه. و در پهلوی من هنرمند خیلی محبوب، یک زنی که واقعا در جاده صنعت موفق هستند و تا کنون با ترانه‌های خیلی زیبا و
خیلی اولیاشون تابع بیننده و البته مخلصانشون را شاد میگردانند. بانوی هنر اپای عزتمند ما خرامان قربانова شما را خوش آمدید میگویم به تلویزیون سفینه. صفا آوردید. تشکر زیاد. زنده باشید. خب یک سلام به مخلصان و به اهل جامعه کشور برسونید بعدا صحبت کنیم. از نامی انسامبلی فولکلوری etnografی خوتال برای کلی تماشابینان تلویزیون سفینه و کلی تماشابینان همین برنامه ها سلام و پیامی همه خودمون رو میرسونیم. سلامت باشند. خدا کند که دائما در تماشا و در خوشی باشند. سلامت باشید. عزیزان، انسامبل فولکلوری etnografی خوتال با دسته هنریش دست خالی نآمدن. از ولایت ختلان برای ما ترانه آوردن که در این شام زیبا نخست سرود رو از جانب خرامان قربانова که در وصف مادرای عزیز و ارجمند ما بود شنیدیم و خیلی عالی بود. و من میخوام صحبت رو از آن شروع کنیم که خمار و اشتیاق و دوست داشتن صنعت و به این میدان وارد شدن شما از کی پیدا شد؟ خب چی تاثیر بود پای خرامان؟ از همین صحبت کنیم. در جوده صنعت شوق و رغبت من زیاد شدن از اویله بود. من در اویله فرزند کلانی بودم، در اویله راننده به دنیا آمدم. مادرم زن خانه‌نشین بود، لیکن همین نازکی‌های زن چی نانپزی چی خوراکپزی، یعنی که هنرمند بودن. بله، در نزدیکی خانه ما 6 تا برادر پدرم زندگی میکردن. بازار و خضرعلی و شیرعلی و بازارعلی و فیضعلی و همینا زندگی میکردن. هر بیگاه سر دسترخوانی شام یک جا بودن. بعد پدر من اساساً راننده بود و همین اسبابی دمره رو چنان خوب مینواخت که برادراش با ما خوش میشدن. یکی دایره میگرفت، یکی جگ میگرفت، خوش میشدن. تأثیری همون خواندن پدر و تأثیری همون اویله و من به تاثیر نموند. بعد از اویله انتخاب کردید راه صنعت. بله. پدر راننده بود ولی مثلا از عهده نوازشی اسباب دوتار میبرآمد. حتی در انسامبل اویلوی همون سوخوز توردیو اشتراک میکردن. پدرم، مادرم، برادران، خواهرم، یعنی که بود در محیط از همون سوخوز، یعنی که بسیار که صنعتکارای خوردم که بودن در همین جاده ذوقمند بودن، در همون اویله خوش میشیدن. سروربی بود، شرف نیسا بود، عبدالمنان سعیدوف بود، صادق بود، یعنی که بسیاری بودن ذوقی داشتن که در همون محیطی انسامبل اویلوی خوش باشن. بله. پس از خانواده شما مثلا از خواهرانتان، از اپاهای و از برادران کسی راه صنعت رو انتخاب نکرد؟ فقط هست. برادرم سفرعلی از دانشگاه صنعت تمام کرده، حالا در روسیه اونجا زندگی میکند. جمعه خان هست در انسامبل نزد دانشگاه ملی انسامبل نوروز رهبری به عهده دارد. بسیار خوب، بسیار خوب. یعنی که همون ذوق داشتن پدر به هنر شما رو وادار ساخت که انتخاب کنید این جاده بزرگ. برای یک زن که به تربیت فرزندان مشغول است، در خانه خوراک میپزد، گاه مشکل نیست راه صنعت؟ اگر زن عموما یا زن یا مرد در جاده قدم گذارد، همون خواهش و درخواست دل همون شخص باشد، اگر خواهد که همین کار رو کند، با همه کار وقت جدا میکنه. یعنی قدرت زن رو نشون میدهد. سلامت باشید. و حال حاضر در انسامبل خوتال فعالیت میکنید. بید یکم از نخست همون فعالیت کاری شروع کنیم. پیشتر کجا فعالیت میکردید؟ در خرقان تپه. در خرقان تپه در شعبه فرهنگی شهر 13 سال در تئاتر مردمی به حیث رهبری بدی همچون دیرکتوری تئاتر خلقی مردمی کار کردم. بعد از آن بعضی کارهای فرهنگی رهبر انسامبل خوتال تکلیف کردن که بیاین همینجا کار میکنی. خیلی گذروندن با همینجا به طریق گزارش خواستن گذاشتن. چند سال شد که بود در اینجا کار کرده ایستاده این. خب تنها در خرقان تپه کار کردید؟ به دوشنبه نآمدید؟ در دوشنبه 19 سال قریب کار کردم. در کدام انسامبل؟ در انسامبل سامان. در انسامبل سیمین زواد بود، قریب 3 سال 4 سال اونجا به عهده داشتم کار میکردم. و اینجا به شهر خرقان تپه به طریق بازگذاریش تکلیف کردم، با اونجا کار رفتم. بسیار خوب. کار کردن در جدای صنعت چگونه است برای شما؟ ذوق دارید البته؟ مانده نمیشوید؟ یعنی که ماندگی رو عادتاً آدم از سحر وقتی که کار میبراید ذوق دل است مانده نمیشوی. وقتی که به خانه میروی و تغییر لباس میکنی در جای، یعنی که فکر میکنی که امروزه کارم رو تمام کردم، بعد حس میکنی که کمی مانده شدم. لیکن ماندگی
ба забони ҳамун мардуми қишлоқ мондагӣ ба мазза соати умри ман ки имрӯз гузашт ҳамун ба мазза гузашт бефоида нагузашт ки бале баъзе вақт мешавад ки дар ҷодаи санъат дар ҷодаи ҷои кор дар мисол омадану ҳаст карда биромадан рафтан ин барои ҷои кор зарар намерасонад ин зарари ҳамун санъаткор аст яъне ки як рӯзи умри дар ҷодаи ҳамун санъат будагӣ барбод меравад албатта ки дигар барнамегардад бале хуб таронаи дуввум чӣ ном дорад ин таронаро чӣ гуна омода кардед баҳор асосан ман дар ҳамун ноҳияи ҳамадонӣ ҷои зисти мо буд абдуманон саидов мо наздик зиндагӣ мекардем як рӯз саҳар омадам сари китфишда аккордеон ами суруда ман тайёр кардам овардам ҳамун ҳавлиди амира навохта яъне ки хуне ба атам шуқӣ кард амира ба ҷои кора гуфт ира ма дар калам намегирем озем аккордеон қат менавозем хиромо запис мекунем сарашта ба ҷои кор да мерем машқ мекунем яъне ки бисёр сабт кардани ҳамун сурудо яъне ки дар асаби мо дар вуҷуди мо нисбати ҳамун навохтани ӯ тезтар сабт мешид барои ҳамин омад ки ҳамин гум нашаванд ин ҳамун суруди аст ки давраи соли 82-83 тайёр кардагӣ ҳамин хел монда буд ин аз завқу аз дӯстдории шумо ба санъат дарак медиҳад ки ҳатто масалан то ҷои кор рафтан як суруд аллакай омода мешуд не шумо ҳамкориҳои хуб доштед бале не тасаввур ки қариб ки 30 сол қариб шуд хуб дӯстони иззатманд таронаи дуввуме ки хонум хиромон қурбонова месорад ин пайғоми баҳорӣ аст ки албатта рӯзҳои дигар рӯзҳои ба шумор мондааст барои фасли баҳорро диданамон ва ин таронаро хонум хиромон қурбонова месарояд мо якҷоя гӯш мекунем ва баъдан боз суҳбатро идома медиҳем
فصلی گل و عاشقیست حالا در روی زمین فصلی گل و عاشقیست حالا در روی زمین بیا بهار آمده گلها قطار آمده صوت و نواد بلبل از شاخسار آمده صوت و نواد بلبل از شاخسار آمده از شاخسار آمده از شاخسار آمده خب سلامت باشید. چون با برنامه فضا تصمیم گرفتید که بیایید ترانه ها را چقدر مشق کردید با رامشگرانی که اینجا نشستند؟ وقتی که از طرف رهبریت میخیل فرمان شد که به ما مکتوب آمده است باید که در برنامه فضا صحبتی داشته باشیم از سرودهای نو می طریق یک هفته آماده یک کردید. هفته تیار شدیم باز چند نفر دیگر خطی یک جویا ساعت ها رو تقسیم کرده مشق کردیم و آمدیم برای ثبت کمک همین دسته هنری چگونه است براتون؟ طلایی هرچند که اینها رنگی فرزندم برای من جایش می شود که چنان جنگ میکنم که فکر میکنم که حتی فراموش میکنم که اینها کارگرن بعد تمام میکنم بعد بعدی از کار برآمده رفتم که بچه جون خیر نباشه جگرتون صدقه گفتم خیلی چی میکنم خیلی اینا رنگی فرزندن آخه برای ما در یک اگر در خانه با فرزند قطعی از بیگونی تا سحر باشی قطعی نو از سحر تا بیگاه جوش میشود اگر توی روی همین هم قطعی میستن بله 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 بسیار خوب. در بستن آهنگ ها چگونه کمک میکنند؟ مثلا خواهشایی که ایشان مثال شما یک آهنگ تیار میکنید شاید که نوازنده اسباب غجک ناراضگی بیان کند که اینجا رو تغییر دادن در کار شاید نوازنده اسباب رباب ناراضگی کند که اینجا رو تغییر دادن در کار در این مورد اندیشه های ایشان رو شما طرفداری میکنید؟ البته میشود که ما آهنگ نیم کوله که میشود میاریم میگیم همین قدرش تیار شده است یعنی که بچه ها هر یکی همون جایی که برای خود معقول است و ضرور میشمرند همون یعنی که بله تغییرات میاندازن میبینیم اگر خوب باشد قبول میکنیم خوب نباشد باز فکر دیگرشون گوش میکنیم. خب یعنی که با جمعی رامشگران کار کردن البته آهنگ کامل میآید پره میشود مزه پیدا میکند و البته بله و گوششون آمده باز خوبتر میرسد. خب در فعالیت کاریتون که سالیان زیاد است البته در این راه در این رشته کار و فعالیت میکنید چند ترانه ها آماده کردید بیشتر خواهشتون در کدام موضوع ها سرایدنی ترانه بود؟ همین سرودای هستن حاضر که همین در بایگانی همین خیلی مونده بودن امروز من یک باره که گفتن همین سرود رو من پیشکش کردم یکی یک سرود دیگه باز چند چشم بعد میرسونم مرا غمگین مکن در زندگانی که روزی میروم به من بیمانی این شعر از شاکر قادر از ناحیه همدانی هست و این سرود رو اساسا برای عائله‌اش اپیگلندام خونده بود بسیار خوب بود لیکن همین رو بر وقت سال 86 یا 87 عبدالمنان سعیدوف آهنگ بسته بود من این رو زمزمه میکردم نمیدونم چخیل از چشم بعضی آدم‌ها خفا موند که همین رو ثبت کردن نتوانستن من یک بار آمدم این رو مشق کردم و به سمت تماشابینان بله. خب همه گونه موضوع به دست میزدید از مثلا زمان جوانی تا کنون بله مثلا بیشتر کدام موضوع رو دوست می‌دارید عشق زندگی وطن مادر همش هم عشق هم وطن بسیارتر لیکن بهار و مادر یعنی که گویم که در زندگی من هم وطن هم مادر همین دو نقش اساسی دارن بسیار وقت من مادر رو زمزمه میکنم میگوین که هنرمند عاشق است شما چه پاسخ میگویید به این؟ اساسا عاشقی نه اون است که فقط برای شخصی برای فردی عاشق باشی آدم باید عاشق زندگی عاشق فرزند عاشق زیبایی عاشق همه چیز آپای خرامان عاشق صنعت است؟ بله البته در همون زمان هم موفق میشویم که وقتی ما عاشقانه دوست می‌داریم کسبمان را بله. و هر زمان در تکاپو در تلاش آن هستیم که یک نوگانه یک چیز خوب ایجاد بسازیم با افتخار گوییم که ما در کسبیت خویش صادق هستیم. البته در موضوع جوانان میخوام یک چیز دیگر پرسم توجه جوانان ولایت ختلان به هنر و هنرمندی چگونه است در انسمبلتون چگونه راه می‌یابند؟
اساسا راهبر انسامبل خصوصیت رجبزاده کدام جوانایی که میبینن راهبر گوش میکند آمده با انسامبل گوش میکند اگر یک ذره هرچند خام هم باشد یک ذره بفهمیم که اما آدم در جاده صنعت جایی دارد ما حرکت میکنیم که در کار باشد با آنها مشق کنیم و اون رو تکمیل دهیم. خب به هر صورت توجه هست. بله. در برابر دیگر مثلا سروده هایی که در برنامه ما شما البته که اجرا کرده ایستاده و اجرا میکنید باز میخواهم که به موسیقی یک چند مصرع در وصف مادر چون من زیاد البته توجه کردم شما دوست می‌دارید موضوع مادر را و برای بیننده های ما برای مادران عزیز هدیه کنید بعدا سرود سوم را میشنویم. مادرم قلفی درم بود و ندانستم کی بود رهنمای و سرورم بود و ندانستم کی بود رهنمای و سرورم بود و ندانستم کی بود با صدای دلکشش بیدار میگردم زی خواب با صدای دلکشش بیدار میگردم زی خواب آفتابی منظرم بود و ندانستم کی بود ندانستم کی بود ندانستم کی بود مادرم بود مادرم بود مادرم بود مادرم بود. سلامت باشین. تشکر. خیلی زیبا اجرا کردید. تشکر زیاد. واقعا هر کدام ما رو ضرور است که به قیمت مادرای عزیز برسیم. البته. چون با صدای زیباشون از خواب بیدار میشویم با صدای زیبایشون خواب میرویم با صدای زیبایشون زندگی میکنیم با صدای زیبایشون نفس میکشیم عمر خود فدای ما میکنن البته پس واقعا ضرور است که ما نیز عمر خود را فدای البته وقت زیبای مادرای عزیز کنیم. سلامت باشید. ترانه سوم چی نام دارد؟ مرا غمگین مکن در زندگانی که روزی میروم بی من بیمانی. سلامت باشید. عزیزان دل ترانه سوم رو در برنامه این شامینه یک جا میشنویم از جانب خرامان قربانوه. مرا غمگین مکن در زندگانی که روز روم به من بیمانی تو به من جان شیرین خال دردی به هر یک تار مویم زار دردی تو به من جان شیرین خال دردی
جوانی شودی قامتی سرم خمیدم مرا غمگین مکن در زندگانی که روز میروم به من بیمانی تو به من جان شیرین خار کردی به هر یک تاری مویم زار کردی تو به من جان شیرین خار کردی به هر یک تاری مویم زار کردی به هر یک تاری مویم زار کردی به هر یک تاری مویم زار کردی تشکر زیاد برای اجرایش عالی و این ترانه گمان میکنم که برای اون نفرانی که عاشق هستن یک هدیه شامگاهی بود. خیلی زیبا. سلامت باشید و به اهل رامشگران هم سپاس میگویم برای نوازش، برای اشتراک، برای فعال بودن و برای زیبای بخشیدن ترانه های شما با نوازش های خیلی ماهرانه‌اش. بله تشکر. سلامت باشین. تشکر. برنامه فضا براتون پسند آمد؟ برای من البته معقول است. من تماشا میکنم برنامه مردمی ریگر بود، لباس های امور تعریف کرده، توصیف کرده، زیبایی هاشون، انا همون قلف گریبان، همون گوشواره های امور پرسیده، آنها با یک حسیات بلند نقل کرده بودند. بهت برنامه خوب است. سلامت باشین. تشکر. نقشه ها چگونه است؟ چون دیگر در پیش جشن مادران عزیز است، عید افسران است، نوروز عالم افروز است، بهار گل ببر و گل بسر است. بله. خب چی تدبیرها دارید؟ بسیار تیاری ها خوب هستند. برای نوروز عالم افروز سرودها تیار کردگیم، برای مادر باز یک سرود دیگر تیار کردگیم برای روز مادران. برای 23 فوریه هم راهبرم خبردار کردن که اون چیزی که برای جشن ها تیار کرده اید مرحمت پیشنهاد کنید. ما تیار شده ایم، پیشنهاد کرده استودیم. تشکر. خوش آمدید به تلویزیون سفینه. امیدواریم که تا به جشن مادران، تا به جشن بهار باز با ترانه های زیبا، با وعده هایی که دادید که در وصف مادر و نوروز و عید افسران ترانه ها آماده کردیم، سر همین میز با هم صحبت داشته باشیم، ترانه سرایی کنیم، خدا کنه. از محبت، از دوستداری، از استقلالیت، از آبادی کشور سخن به لب بیاریم. بله. سلامت باشید. چه آرزو دارید برای این ملت سربلند؟ اساسا هر یک فرد تاجیکستانی چی آرزو میکند؟ وقتی زیبایی های تاجیکستان، آبادی های تاجیکستان رو میبینی، با خود فخر میکنی، شکرگزاری میکنی پروردگار پیش این دولت و ملت که همه آباد است، آرامی است، آزادی است، تنجی است، آرامی است. این برای ما باز یک دولتی که حساب میخورد. خدا کند که دائما تاجیکستان ما همین خیلی زیبا آباد باشد. سلامت باشید. ترانه چهارم چی نام دارد؟ زندگی بخشنده صاحبی جانم بیا. آهنگی برادرم سفرهای قربانوف همین است که به سمت تماشابینان میرسونیم. تشکر. سلامت باشید. همه شما رو بار دیگر خوش آمدید میگویم به تلویزیون سفینه و بیننده های عزیز به شما با احترام سپاس میگویم که ما رو تماشا میکنید، پیگیری میکنید و با امید اونه که باز دیده به دیدار همدیگر برسیم. برکت در خاندانتون. با امید رشد تاجیکستان آفتابی و ابدا بودن استقلالیت و وحدت و یکدلی مردم شریف تاجیکستان. تا دیدارهای نوبتی، خیر. بخشنده‌ام صاحبی جانم بیا تا رحم از هر نگاهی بد نگهبانم بیا تا رحم از هر نگاهی بد نگهبانم بیا استخوان تو نخیر
وجودم سبزله به سخای تو نخیزد از وجودم سبزله به تو من لب تشنه خاکم بر بیابانم بیا به تو من لب تشنه خاکم بر بیابانم بیا قدری آساری تو میدانم بیا تا قیامت قدری آساری تو میدانم بیا زندگی بخشنده‌ام صاحبی جانم بیا درمانم بیا کرده به مراد خیالم بهری درمانم بیا زندگی بخشنده‌ام صاحبی جانم بیا تا رحم از هر نگاهی بر نگهبانم بیا بخشنده